روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگا. در این برنامه ابتدا درباره دستور طالبان به امام خطیبان مسجدها اطلاع می‌دهیم که در شرایط اعتراضهای مردمی به حکم این جنبش اسلامی صادر شده است. به دنبال آن گزارش‌ها درباره مارشیروفکای دانشجویان در دوشنبه، نمایش افراد متهم با کشتار اویله در ناحیه جیهون و موضوعهای دیگر پیشکش می‌شوند. در اولین نماز جمعه از زمان سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان، این جنبش اسلامی از امام خطیبان مسجدها دعوت کرده است که موعظه‌های تشویق کننده وحدت ارائه کنند. سر از دیروز 19 اوگوست که روز استقلال افغانستان است، در شهرهای مختلف این کشور راهپیمایی‌ها و اعتراضهای پراکنده جریان دارند. طبق گزارش‌های رسیده، طالبان با استفاده از زور بر راهپیمایی‌ها مانع شدند. شاهدان به خبرگزاری ریترز گفتند که چندین شرکت کنندگان گردهمایی‌های اعتراضی به قتل رسیدند، ولی معلوم نیست که آنها اثنای تلاطم زیر پای ماندند و یا از تیر طالبان به هلاکت رسیدند. در یک پیام به امام خطیبان، طالبان دعوت کردند که در موعظه‌های نماز جمعه هموطنان را به رشد کشور تشویق کنند. از آنها درخواست شود که افغانستان را ترک نکنند. همچنان به امام خطیبان دستور داده شده است که به ترغیبات دشمنانه پاسخ بدهند. روز جمعه کوچه‌های به وجه عموم آرام کابل سرشار از طالبان سلاح به دست بوده. بعضی دکان‌ها و مؤسسه‌ها کار را از سر گرفتند، ولی اداره‌های دولتی و بانک‌ها بستند. در فرودگاه کابل عملیات گسترده انتقال مردم به خارجه ادامه دارد. سربازان آمریکایی و ائتلاف بین المللی نظم و ثبات فرودگاه را تأمین می‌کنند. گنرال هنک تیلور روز پنجشنبه 19 اوگوست گفت که در 5 روز گذشته نظامیان آمریکایی بیش از 7000 نفر را از فرودگاه کابل به خارج افغانستان برآوردند. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا میگوید ظاهراً طالبان در فرودگاه با فرماندهان آمریکایی همکاری میکنند، ولی خبرهای هم نشر شده است که طالبان در درآمدگاه‌های فرودگاه پاسگاه‌ها بنیاد نموده به بعضی افغان‌ها امکان ندادند که وارد فرودگاه شوند. این عمل باعث نگرانی در بین افغان‌های خواهشمند ترک افغانستان شده است. در یک نوار کاربران که 19 اوگوست از کنار فرودگاه کابل فرستاده شده است، زنی را می‌توان دید که طفل شیرخواره‌اش را از بالای سیمخوار و سربازان آمریکایی می‌دهد تا او را به خارج انتقال دهند. دیروز یک سند مخفی سازمان ملل متحد دسترس روزنامه‌نگاران شد که مؤلفانش می‌نویسند طالبان خانه به خانه افرادی را جستجو دارند که با نیروهای ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو همکاری کردند. به قول مؤلفان گزارش سازمان ملل، این افراد و خویش و تبار آنها با تهدید شکنجه و مجازات روبرو هستند. در گزارش گفته می شود طالبان رویخط شخصانی را ترتیب دادند که باید در نوبت اول بازداشت شوند و به احتمال زیاد آنجا نام منصبداران بلندپایه ارتش افغانستان، پلیس و نیروهای امنیتی این کشور جای داده شده است. حزب دموکرات تاجیکستان با نشر یک بیانیه از ضبط شدن حکومت در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی عمیق نموده است. در این بیانیه که شورای سیاسی این حزب روز 19 اوگوست نشر کرد، طالبان یک گروه خرابکار عنوان داده شده است. حزب از وزارت کارهای خارجه خواسته است برای پناهندگان افغان ویزا و دیگر اسناد را رایگان تامین کند تا آنها توانند نجات یابند. حزب دموکرات از نهادهای حفظ حقوق از جمله مقامات ملیسه و امنیت خواسته است با پناهندگان افغان معامله شایسته و برادرانه کنند. بینندگان ارجمند، رادیوی آزادی تحولات افغانستان را لحظه به لحظه پیگیری می‌کند و تفصیلات رویدادهای افغانستان را در شکل مفصل در سامانه ما www.azadi.org در شکل کتبی و یا نوار ویدیو و صدا پیدا کنید. دیروز یک کاربر رادیوی آزادی به ما نوار فرستاده شکایت کرد که دانشجویان را به مارشیروفکاهای جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان
جلب نموده به آنها هشدار دادند که اگر از اشتراک در این چاره‌بینی سرکشی کنند از دانشگاه اخراج می شود. دانشجویان دانشگاه‌های مقیم دوشنبه برای تجلیل از 30 سالگی استقلال در راهپیمایی‌ها مشق می‌کنند و این اقدام انتقادهای زیادی را به میان آورده است. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف روز 16 ایول ضمن نشست خبری گفته بود درباره مارشیروفکا آنقدر بحثی به میان آمده است که گویا در تاجیکستان یگان مشکلات دیگر نباشد. روز پنجشنبه سردار اداره فرهنگ شهرداری شهر دوشنبه به خبرگزاری اوستا گفته است که سر از هفته آینده تمرین جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان یعنی مارشیروفکاهای دانشجویان شبانه برگزار می شوند. نورعلی شاهیان ابراز داشته است که تمرین ها از ساعت 8:30 تا 10 شب دایر می شوند و شهرداری دانشجویان را با نقلیات تامین می کند. اوستا علاوه کرده است که فعلا تمرین بخش های جداگانه جشن استقلال در 7 ورزشگاه پایتخت برپا می شود، ولی جشن استقلال در نوروزگاه شهر دوشنبه 9 سپتامبر در روز استقلال تاجیکستان برگزار می گردد. کارمندان پلیس ولایت لنینگراد در شهر مورینای این استان مکان زیست و کار مهاجران کاری را تفتیش کردند. رسانه‌های محلی این ولایت روسیه گزارش می‌دهند که در رید 49 نفر بازداشت و به جوابگری مأموری کشیده شده است. گفته می شود که آنها اکثرا مهاجران از آسیای مرکزی می باشند. تفصیلات این خبر را نیز در سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. در ولایت مسکو معرکه امگذرانی ضد کرونا ویروس برای مهاجران کاری شروع شده است. با این هدف مقامات محلی 100,000 وایه واکسن اسپوتنیک لایت تخصیص دادند. این واکسن به فرق از نوع‌های دیگر یک جزء دارد و همگی یک باره تزریق کرده می شود. در مرکز مهاجرت پدماسکویه یک اتاق مخصوص واکسینه گذرانی تشکیل شده است و روز تا 1500 مهاجران کاری ام کرده می شوند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در برنامه تلویزیونیش خبر داد که کشتار اعضای عائله اهلیدین محمدov را آشکار کرده است. در نوار قیامالدین نصرالدینov گمانبر اساسی نقل می کند که به دوستش محمد غیور حیب‌اللهیف درباره مناسبت‌های زنش با اهلیدین گفته است و با آنها با مصلحت پیشکی دست به این جنایت سنگین زدند. حادثه 12 ایون رخ داد. گفته می شد شخصان نامعلوم به خانه یک ساکن ناحیه با نام اهلیدین محمدov 39 ساله در آمده قصد کشتار 6 نفر اعضای عائله را کردند. آنها با تبر به 4 فرزند خود اهلیدین و همسرش در افتادند و بعد حمله خانه را آتش زده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه 3 فرزند مرد و خودش هلاک شده، همسر و یک پسرش در حالت وزنین به بیمارخانه انتقال یافتند. پیوندان قیامالدین نصرالدینov و محمد غیور حیب‌اللهیف ادعا دارند که آنها شکنجه شده‌اند و احتمال زیر فشار گناه را به گردن گرفته‌اند. در 60مین سالگرد زادروز سراینده مبارکشاه میرزاشاهف در ناحیه روشان هیکلی او گذاشته شد. مجسمه روز 19 اوگوست در شهرک ومر ناحیه روشان، مکانی که دوره بچگی سراینده مشهور شادروان مبارکشاه میرزاشاهف سپری شده است گذاشته شد. مراسم کشاده شوی این مجسمه با شرکت رئیس ناحیه روشان فروخ دادخدایف، پسر مبارکشاه امام علی شاه، هنرمند مشهور تاجیک دلیر نظرف، نمایندگان گروه اوستا، گروه شمس و دیگر فرهنگیان برگزار گشت. ترانه‌های ای یارم بیا، غریبی، روان شدن 4 جوان، پروین نما، سبزبناز، خیرامان، تو را نمی پرستم مبارکشاه میرزاشاهف تا به حال در تاجیکستان هوادار دارند. تاجیکستان را در پارالیمپیادای توکیو 2020 تنها یک ورزشگر نمایندگی می کند. اکمل قادیروف ورزشکار معلول تاجیک در بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپیک از 24 اوگوست تا 5 سپتامبر در شهر توکیو ژاپن برگزار می‌شوند تاجیکستان را نمایندگی خواهد کرد. او در پارالیمپیادا در رشته ورزش سبک در رقابت‌ها عاید به گلوله پرتایی اشتراک می‌نماید. حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 20 اوگوست بانک ملی 1 دلار آمریکا را 11 سامانی و 32 دیرم، 1 یورو را 13 سامانی و 24 دیرم،
و 1000 روبل روسی را 153 سومانی و 50 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان میرسد. روز شما خوش.